سلام به همه. امروز قصد داریم درباره موضوعی صحبت کنیم که برای بسیاری از ما اهمیت زیادی دارد. چگونه دل یک خانم را به دست آوریم تا به طرز دیوانه‌واری ما را دوست بدارد. بیایید با هم 10 راز مهم را بررسی کنیم که می تواند به شما در این مسیر کمک کند. راز اول، توجه و شنیدن. اولین راز ما این است: توجه و شنیدن. وقتی که یک خانم با شما صحبت می کند، مهم است که به حرفهایش گوش دهید. گوش دادن فعال نه تنها نشان دهنده اهمیت شما با اوست، بلکه ارتباط عمیق تری را نیز ایجاد می کند. سعی کنید سوالات مرتبط بپرسید و نشان دهید که در حال درک احساسات و نظرات او هستید. راز دوم، احترام به فضای شخصی. دومین راز احترام به فضای شخصی است. خانم‌ها نیاز دارند که احساس امنیت و استقلال داشته باشند. اگر شما به حریم شخصی او احترام بگذارید و با او فضای کافی بدهید، او بیشتر به شما نزدیک می شود و احساس راحتی می کند. راز سوم، ابراز احساسات. سومین راز ابراز احساسات است. بیان صادقانه احساساتتان به خانم‌ها کمک می کند تا شما را بهتر بشناسند. از اینکه بگویید چقدر به او اهمیت می دهید ترسی نداشته باشید. این کار رابطه شما را عمیق تر خواهد کرد. راز چهارم، شوخی و سرگرمی. راز چهارم این است که حس شوخ طبعی داشته باشید. خنداندن یک خانم و ایجاد لحظات شاد می تواند به شما کمک کند تا در ذهن او ماندگار شوید. برای یک رابطه عاشقانه لحظات خوش بسیار مهم هستند. راز پنجم، حمایت و همراهی. پنجمین راز حمایت و همراهی است. هر خانمی دوست دارد بداند که شما در کنار او هستید، چه در چالش‌ها و چه در موفقیت‌ها. وقتی او احساس کند که شما از او حمایت می‌کنید، رابطه شما محکم‌تر خواهد شد. راز ششم، توجه به جزئیات. راز ششم، توجه به جزئیات است. به یاد داشته باشید که جزئیات کوچک برای خانم‌ها مهم است. از یادآوری تاریخ‌ها و علایق او نترسید. این جزئیات نشان می‌دهد که شما به او اهمیت می‌دهید و به فکرش هستید. راز هفتم، اشتراک گذاری تجربیات شخصی. هفتمین راز به اشتراک گذاری تجربیات شخصی مربوط می‌شود. وقتی شما داستان‌ها و تجارب خود را با او در میان بگذارید، این کار باعث ایجاد ارتباط عمیق‌تری می‌شود. این کار به او کمک می‌کند تا شما را بهتر بشناسد و احساس نزدیکی بیشتری کند. راز هشتم، زمانگذاری با کیفیت. رازی که در اینجا با آن می‌پردازیم، اهمیت صرف زمان با کیفیت است. این زمان‌ها می‌تواند شامل رفتن به یک رستوران، مسافرت یا حتی یک پیاده‌روی ساده باشد. لحظات خوش و به یاد ماندنی به ایجاد خاطرات خوب کمک می‌کند. نتیجه‌گیری و در نهایت به یاد داشته باشید که هیچ چیز به تنهایی کافی نیست. تمامی این رازها باید با هم ترکیب شوند تا شما بتوانید دل یک خانم را به دست آورید. و وقتی اون خانم رو به دست آوردید، یادتون باشه مسئولیت سنگینی روی دوشتون قرار گرفته و سعی کنید هیچ وقت دلش را نشکنید. منم سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر بدرود.